داستان پادشاهی که میخواست جاودانه باشد. در افسانه‌های شرقی قدیم آمده است که یکی از پادشاهان بزرگ برای جاودانه کردن نام و پادشاهی خود تصمیم گرفت که قصر با شکوه بسازد که در دنیای بی‌نظیر باشد و تالار اصلی آن در عین شکوه و بزرگی و عظمت ستونی نداشته باشد. اما پس از سالها و کار و تلاش و محاسبه کسی از عهده ساخت سقف تالار اصلی بر نیامد و معماران مدعی زیادی بر سر این کار جان خود را از دست دادند تا اینکه ناکامی پادشاه او را به شدت افسرده و خشمگین ساخت و دست آخر معلوم شد که معمار زبردست و افسانه‌ای به نام سنمار وجود دارد که این کار از عهده او برمی آید و بالاخره او را یافتند و کار را به او سپردند و او طرح نو در انداخت و کاخ افسانه‌ای را تا زیر سقف بالا برد و اعجاب و تحسین همگان را برانگیخت. اما درست وقتی که دیوارها به زیر سقف رسیدند سنمار ناپدید شد و کار اتمام قصر نیمه کار ماند. مدت پی او گشتند ولی اثری از او نجستند و پادشاه خشمگین و ناکام دستور دستگیری و محاکمه و مرگ او را صادر کرد تا پس از 7 سال دوباره سر و کله سنمار پیدا شد. او که با پای خود آمده بود دست بسته و در غل و زنجیر به حضور پادشاه آورده شد و شاه دستور داد او را به قتل برسانند. اما سنمار درخواست کرد قبل از مرگ به حرفای او گوش کنند و توضیح داد که علت ناکامی معماران قبلی در برافراشتن سقف تالار 20 ستون این بوده است که زمین به دلیل فشار دیوارها و عوارض طبیعی نشست می کند و اگر پس از بالا رفتن دیوار بلافاصله سقف ساخته شود به دلیل نشست زمین بعداً سقف نیز ترک خورده و فرو می ریزد و قصر جاودانه نخواهد شد. پس لازم بود مدت 7 سال سپری شود تا زمین و دیوارها نهایت افت و نشست خود را داشته باشند تا هنگام ساخت سقف که موعودش همین حالا است مشکل پیش نیاید. و اگر من در همان موقع این موضوع را به شما می گفتم حمل بر ناتوانی من می کردید و من نیز به سرنوشت دیگر معماران ناکام به کام مرگ می رفتم. پادشاه و وزیران به هوش و ذکاوت او آفرین گفتند و ادامه کار را با پاداش بزرگتری به او سپردند و سنمار ظرف 1 سال قصر را به اتمام و آماده افتتاح نمود. مراسم با شکوه برای افتتاح قصر در نظر گرفته شد و شخصیت‌های بزرگ سیاسی آن عصر و سرزمین‌های همسایه نیز به جشن دعوت شدند و سنمار با شور و اشتیاق فراوان تالارها و سراسرها و اتاقها را راهروها و طبقات چشماندازهای زیبا و اسرارآمیز قصر را به پادشاه و حیات همراه نشان می‌داد و دست آخر پادشاه را به یک اتاق کوچک مخفی برد و راز را با او در میان گذاشت و به دیواره اشاره کرد و تکه اجری را نشان داد و گفت کل بنای این قصر به این آجر متکی است که اگر آن را از جای خود درآوری کل قصر به تدریج و آرامی ظرف مدت 1 ساعت فرو می ریزد و این کار را برای این کردم که اگر 1 روز کشورت به دست بیگانگان افتاد نتوانند این قصر افسانه‌ای را تملک کنند. شاه خیلی خوشحال شد و از سر شگفتی سنمار به خاطر هنر و هوش و درایتش تحسینش کرد و به او وعده پاداش بزرگ داد و گفت این راز را با کس در میان نگذارد. تا اینکه در روز موعود قرار شد پاداش سنمار معمار را بدهد. او را با تشریفات تمام به بالاترین ایوان قصر بردند و در برابر چشم تماشاگران دستور داد به پایین پرتابش کنند تا بمیرد. سنمار در آخرین لحظات حیات خود به چشمان پادشاه نگاه کرد و با زبانی بی زبانی پرسید چرا؟ و پادشاه گفت برای اینکه جز من کس راز جاودانگی و فنای قصر را نداند و با این جمله او را به پایین پرتاب کرده و رازی را برای همیشه از همه مخفی نگه داشت. ما دیگران را فقط تا آن قسمت از جاده‌ای که خود پیموده ایم می توانیم هدایت کنیم.
اسکات پک. سپاس از شما که تا اینجای ویدیو ما را همراهی کردین. اگر از این ویدیو خوشتان آمد لطفاً ویدیو را لایک کنید و اگر هنوز عضو کانال ما نیستید لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعد، بدرود.